یه چیزی تو زنبورداری هست که هیچ کس به هم نگفته بود تا وقتی خودم با چشم دیدم. نه تو کتاب نه تو آموزشا، یه چیزایی که فقط باید وسط ماجرا باشی تا بفهمی. من زنبور دارم، ولی بیشتر از این که با زنبورا کار کنم با دلم کار میکنم. صبح که میرم سر کندوها انگار دارم میرم دیدن یه خونواده. باشون حرف میزنم، نگاهشون میکنم، یاد میگیرم و موقعی که فصل برداشت محصولشون میشه، چیزایی که از کندو در میاد واقعا فقط یه ظرف عسل یا ژل رویال نیست، یه تیکه از طبیعته. خیلی از مشتریام اولش با شک میان، ولی بعد از اولین تجربه خودشون میشن رفیق راه و همین برای من یه نشونه است که دارم راهمو درست میرم. بی دروغ، بی تعارف، بی زرق و برق. اگر شما هم هنوز عسل و ژل رویال مارالی رو تجربه نکردی، وقتشه که یه تجربه واقعی رو حس کنی.